الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 22 از آموزشی توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما معنای توحید را از جهت لغت و از جهت اصطلاح کاملا از همه جهتش با تفصیلات و شرح و تفسیرش بیان خواهیم کرد. برادرانم و خواهرانی بزرگوارم، الله سبحانه و تعالی به شما توفیق هدایت و توفیق فهم و عمل صالح و اخلاص را نصیب گرداند. بدانید که در حلقه های گذشته در یک چند حلقه به شما از قرآن و سنت بیان نمودیم. 4 آیت را آوردیم از سوره اسراء 57، از سوره زخرف 26 و 27، از سوره توبه 31، از سوره بقره 165 و این چنین حدیثی که امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح خودشان یعنی صحیح مسلم ذکر نمودند از ابی بلتعه از پدرش روایت شده است. به شما بیان نمودیم که توحید معنایش یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت نمودن، یعنی تمام عبادت را به الله انجام دادن و کفر به طاغوت ورزیدن و براءت را انجام دادن و البته شرک را ترک نمودن. براءت از کفر، کافرین و از شرک و مشرکین است. با تفصیلاتش این سخنها در یک چند حلقه به شما بیان گشت، اما بدانید که این معنای توحید الوهیت است، اساس توحید، اصل توحید، توحیدی که تمام رسولان به خاطر دعوت همین توحید به سوی همین توحید برای بیان کردن همین توحید آمدند. توحید الوهیت است. توحید الوهیت یعنی توحید عبادت، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت، نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی در عبادت. چرا که 98% یا که 93% انسان هایی که در این روی دنیا زندگی میکنند همه اعتقاد به یک اله دارند در ربوبیت، یعنی همه اعتقاد میکنند که این دنیا سازنده دارد. چگونه که اهل کتاب یهود و نصارا، چگونه که بودیست ها، چگونه که حتی این ملحدین و این کمونیست هایی که به هیچ چیزی باور ندارند به طبیعت دارند، در نزد اونها همین طبیعت یک معبود است، گویا که طبیعت همه چیز را به وجود آورده است و غیر او ذلک. از جهت ربوبیت همه اعتقاد دارد که یک سازنده هست و این چنین از جهت ربوبیت انسان هایی که حقیقت را میدانند که سازنده این دنیا یگانه الله هست این چنین زیادند. تمام انسان هایی که خود را به امت اسلام نسبت میدهند اکثر اونها به این قائلند، ربوبیت الله را انکار نمیکنند. خواه از رافضه بگیرید، البته در ربوبیت اونها مشکلی دارد. رافضه های مرتدین کفار، این شیعه های مرتدین کفار در ربوبیت غلو کرده های اونها مشکلی دارد، اما باقی مانده ربوبیت را اقرار میکند، یعنی الله زمین و آسمان را خلق کرده است میگوید. صوفی های غلات قبوری و مشرک ربوبیت را قبول دارد و البته بعضی از غلو کرده هاش خیلی که ما در این 48 حلقه که صوفی شناسی بیان کردیم ذکر نمودیم که بله در ربوبیت هم غلو کرده هاش البته مشکلی دارد و رد میکند. یا که این دو فرقه بدعتی گمراه شده اشعری و ماتریدی این چنین ربوبیت را قبول دارد، گرچند که مشکلی دارد در ربوبیت اما اصل ربوبیت را قبول دارد.
این دلالت میکند که تمام فرقه هایی که خود را به اسلام نسبت میدهد مشکلی اونها در الوهیت است، در توحید الوهیت است. چرا که همه فرقه ها بمانند مشرکینی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، ابو لهب، ابو جهل، ربیع، عتبه، شیبه، یا که بگوییم ابو طالب و دیگر مشرکینی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنگیدند، مشرکین عرب، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را به قتل رسانیدند و کشتند، اونها هم اقرار میکردند این نمود اول توحید که ربوبیت است، که این را میگن توحید علمی هم هست، توحید اعتقادی، توحید نظری، این را قبول میکردند. همه میگفتند که خلق کننده زمین و آسمان، رزق دهنده این الله است. حتی خلق کننده انسان کیست وقتی سوال میکردید؟ الله است. خیلی خودی الله سبحانه و تعالی خبر میداد. ولا ان سألتهم من خلقهم لیقولن الله. اگر اونها را بپرسی که شما را کی خلق کرده است، این مردم میگن که الله. این چنین آیات ها زیاد است. اما مشکل اونها در توحید الوهیت است. مشکل اونها در فهم توحید الوهیت است. اولین مشکلی خطاگی بزرگ اونها، اولین گمراهی اونها، قدم اولین در گمراهی، فهمی غلط و خطا و نادرست و ناسالم توحید است. زمانی که توحید را خطا فهمیدند، زمانی که تصور اونها نسبت توحید خطا شد، از قرآن و سنت دور شد، فهمشان مخالف به قرآن و سنت شد، در اساس همین خطاگی و گمراهی دیگر دین خودشان را بنا کردند و باقی مانده هم خطا شد. وقتی که توحید را خوب نشناختند، شرک را هم خوب نشناختند. وقتی که توحید را کامل نکردند، این سبب شد که اونها به شرک واقع شدند و مشرک شدند. از همین جهت ما در چند حلقه های گذشته پیش به شما اساس چیز، مغز توحید، اساس توحید، اساس مشکلی در بین امت اسلام و اساسی که باید ما فهمیم خودمان را نجات بدهیم که این توحید الوهیت و اصلاح در توحید الوهیت است، در همون مسئله سخن کردیم که توحید الوهیت افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك والكفر والمشركين والكافرين. و این تعریف و این معنی داده که ما کردیم البته از سخنهای علما بود، بمانند شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، بمانند شیخ البربهاری، لالکای، ابن بطه از متقدمین و این چنین از متأخرین، بمانند شیخ الاسلام مجدد الدین محمد بن عبد الوهاب و مجدد الدین الثاني حفید شیخ، یعنی نبیره شیخ حسن عبد الرحمن بن حسن، سليمان بن عبد الله و غیر علمای اهل سنت والجماعت رحمهم الله تعالی. حالا باشد با کدام طریقه، با کدام روش یا که چگونه ما بار دیگر توحید را معنیداد میکنیم. این معنیداتی که حالا با شما میکنیم معنیداد از نظر لغت است. برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، هر کلمه که در شریعت استفاده شده است، در قرآن و سنت استفاده برده شده است، همچون این بیان کننده عبادت استفاده شده است، دانید که معنای خاصی شرعی خود را دارد. با وجود معنای لغویش، معنای شرعی، معنای شریعتی اسلامی دارد. مقصدی ما چیست؟ وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، همچون پیامبر اعلان شدند، الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که تو پیامبر ما هستی، رسول هستی به تمام بشریت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 40 ساله بودند. در همین وقت زبان عربی وجود داشت. پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان عربی وجود داشت. هزارها سال زبان عربی وجود داشت، از اسماعیل علیه السلام و غیره. هر یک کلمه ای که
شریعت بعد از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده برد، بمانند کلمه ایمان، بمانند کلمه کفر، توحید، شرک، اخلاص، تقوا، نماز، بگویم صلات، حج، عمره و دیگر کلمه ها، بدعت و غیره. این کلمه ها پیش از اسلام هم وجود داشت، اما به معنای نه اسلامی نه شرعی، بلکه به معنای لغویی که عرب میفهمید استفاده برده میشد. اما وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومدن، وقتی که دین کامل شد، وقتی که الله سبحانه و تعالی این کلمه ها رو قبول کرد همچون نام بعضی از عبادت یا نام بعضی از مسائل، الله سبحانه و تعالی به این کلمه ها معنای خاص خود را داد که ما باید از نظر شریعت این معنا را دانیم. یعنی شما وقتی که خواستید که کلمه توحید را معناش را فهمید، از کتاب لغت فهمیده نمیتوانید. مقصد شریعت را از کتاب لغت فهمیده نمیتوانید. یا معنای تقوا، یا معنای ایمان، یا معنای کلمه جهاد، یا معنای کلمه اخلاص و غیره. مشکلی بسیار ملاهای بدعتی، بسیار انسانهای جهلایی که امروز در صحن این میدان دعوت حتی گویا حضور دارند، میبینید که در همین جاست. اونها وقتی که یک کلمه را میخواهند که بفهمند، زود میروند مراجعت میکنند به فهم کلمه از نظر لغت، یعنی کلمه را از نظر لغت میخواهند بفهمند. یعنی به اونها شما سوال میکنید توحید چیست؟ اونها نظر میکنند به کتاب لغت. در کتاب لغت توحید عموم اومده است، معنایی که شریعت میخواد در کتاب لغت یافته نمیشود. سوال میکنید معنای نماز، صلات، یعنی معنای صوم، معنای حج، معنای عمره، معنای تقوا، معنای بدعت. همه این معناها رو از کتاب لغت نظر میکنند و این اولین سببی لغزش و گمراهی، اولین سببی مشکلی ها به وجود آمدن. این از همه از جهل است، از بی‌علمی است، دور بودن از منهج اهل سلف است. وقتی که سلف صالح، سلف این امت یک کلمه را میخواستند که بیان بکنند، نه از نظر لغت بلکه از نظر شریعت، از نظر قرآن و سنت معنی داد میکردند که شریعت این کلمه را چرا استفاده برده است و چی میخواهد. و از همین جهت من و شما هم اول معنای لغوی رو باش ذکر میکنیم که چی معنی دارد و بعد از این معنای شریعت رو ذکر میکنیم که وقتی که شریعت اصطلاحی میگیم، معنای قاعدوی میگیم. معنای اصطلاحی یعنی معنایی که شریعت همون معنا رو اختیار کرده و قبول کرده است و بیان نموده است و مقصد شریعت از استفاده بردن این کلمه همین معنا است. انا همین رو میخوایم ما به شما فهمونیم. این به نهایت نازک است و وقتی که این رو برادرم و خواهرم فهمیدی، بسیار مشاکل، بسیار مشکلی ها و بسیار کمبودی ها برطرف خواهد شد. بارک الله فیکم. پس ببینید، با مثال آوردن مسائل واضح میشد. بالمثال یتضح المقال. کلمه حج وقتی که از نظر لغت میبینیم که قصد کردنی یا زیارت کردنی هر کجای باشد. قصد زیارت کردن، حرکت کردن به خاطر زیارت یک جای، کجا نامعلوم. عموم، لغت همیشه معناش عموم است، یعنی معناش بسیار چیز رو در بر میگیرد. هر کجایی رو که به خاطر زیارت کردن و قصد کردن، هر کسی رو که به خاطر زیارت و قصد میره حج گفته میشد از نظر لغت. اما وقتی که الله سبحانه و تعالی حج رو یکی از رکنهای پنجگانه اسلام قرار داد، معنای حج رو هم بیان کرد که حج قصد زیارت خانه کعبه کردن است. یگانه راهی که انسان را در اون مکان یا در اون زمان حاجی گفته می شود، حج کرد گفته می شود، که در وقت معین در یک سال که فقط ماه ذوالحجه است،
در همون 8 روزش به همون رود در مکه مکرمه عبادت مخصوص رو انجام بدهد در این 5 روزی که از 8 تا 13 هجری، از 8 تا 13 ذوالحجه، این رو میگن که حج کرد. وقتی معلوم، عبادت معلوم. یا که کلمه الصلات، صلات نماز، به زبان فارسی ما نماز. صلات وقتی که از نظر لغت میبینید، صلات گفته دعا رو هم میگن، صلات گفته عبادت رو هم میگن، صلات گفته بارک الله فیکم یک چوبی کج رو سوزانیده راست کردن رو هم میگن که ملاهای مدتاً به شما معنای نماز رو همچنین بیان کرده هستند. اما این معنای لغوی است. مقصد شریعت وقتی که صلات نماز میگه، مقصد شریعت چیست؟ مقصد شریعت این است که یک عبادت مخصوصی که هر روز در وقت مخصوص معین انجام داده می شود که با تکبیر الله اکبر شروع می شود و با 2 سلام انجام داده می شود که در درونش عملها و گفته های خاصی دارد. یا روزه از نظر لغت میگیم صوم. صوم این عربی معناش روزه. امساک است، معناش از نظر لغت امساک یعنی داشتن. امساک یعنی داشتن. چرا؟ من کردن انسان خودش رو از همه چیز، از راه گشتن، از خوراک خوردن، از خواب کردن، همش رو امساک میگد. اما از نظر شریعت صوم از خوردن و نوشیدن و همبستری شدن با زن، خود را نگه داشتن از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب به نیت عبادت و به نیت اینکه خالصا لله سبحانه و تعالی انجام داده شد. کلمه بدعت از نظر لغت یعنی اختراع الشیء على مثال غیر سابق، اختراع کردن، به وجود آوردن یک چیزی که پیش از خودش همون چیز نمونه نداشته باشد. اولین چیز به وجود آمده، مثلا اولین یکمین باری که هواپیما به وجود آمد که پیش از این هیچ در این روی دنیا هواپیمایی نبود، این را هم از نظر لغت بدعت گفته می شود. اما این بدعتی که شریعت می خواهد، بدعتی که شریعت وی را گناه می گوید، بدعتی که شریعت وی را گمراه می گوید، این بدعت نیست. بدعت در شریعت معنایش این است که البدعة فی الدین، بدعت در دین، الاختراع فی العبادات او فی امر الدین، اختراع کردن، به وجود آوردن یک چیزی نو ساختن در امور دین، در عبادت. یک انسان خودش از پیش خودش یک عبادت نو، یک قاعده نو، یک سخن نوی که تعلق به دین دارد به وجود دارد، این بدعت است. اما مثلا این چیزهای نو پیدا شده دنیوی، از این دیگ و طبق ها، از این خانه ها و این بسیار آشانه ها، از این هواپیما و تکنولوژی ها، یگان چیز از این چیزها رو بدعت گفته نمیشد، مسلمان ها استفاده میبرد. بدعت یعنی نماز رو یک نماز مخصوص ساختن، عبادت مخصوص، ذکر مخصوصی که در زمان پیامبر نبود همین رو پیدا کردن، یعنی یک چیزی نو، عبادت نو رو به وجود آوردن که در زمان پیامبر نبود، این بدعت است. ببینید اهل بدعت فکر میکنن که ما وقتی که بدعت رو رد میکنیم یعنی معنای لغویش رو رد میکنیم. برای همین به ما سوال میکنن شما بدعت رو حرام میگید، چرا هواپیما رو بدعت نمیگید؟ ما میگیم به عقلی جاهلان شما خوب دقت بدید که معنای لغوی بدعت چی است و معنای شرعیش چی است. معنای شرعی رو ما رد میکنیم، یعنی معنای شرعی رو رد میکنیم به این معنا که شریعت معنی بدعت رو وقتی که در شریعت بیان کرد، این چنین بدعت رو ما رد میکنیم، یعنی بدعت در دین رو رد میکنیم. اما بدعت در دنیا در غیر دین، این بارک الله فیکم گرچنده که نامش رو بدعت گویدم خطا نیست، چیزی نو پیدا شده همچون به این معنی، اما به دین تعلق ندارد. بارک الله فیکم. پس تمامی کلمه ها همچنین است، یا کلمه تقوا یا دیگر کلمه ها همچنین. بیایید برادران عزیز به اصل مسئله، به مقصد من و شما بعد از این 19 دقیقه که یک مسئله بزرگ رو بیان کردیم، تعریف نمودن توحید. توحید هم همچنین است، شرک هم همچنین است، ایمان هم همچنین است.
کفر هم همچنین است، هم لغوی و هم شرعی دارد. معنای توحید در لغت عموم است، یگانه دانستن یک چیزه، کدام چیزه نباشد. اما معنای توحید در شریعت، در اصطلاح قاعده قرآن و سنت، این یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی در همه جهت است، عموما هم در ربوبیت، هم در الوهیت، هم در اسما و صفات و هم در حاکمیت و هم در عبادت، هم در محبت، هم در اطاعت، هم در دعا و غیره. بارک الله فیکم. پس معنای توحید در لغت چیست؟ کلمه التوحید این مصدر است. البته هر یک انسانی که از ادبیات زبان مادری خودش آگاه است میداند که مصدر چیست. مصدر این ریشه کلمه است، یعنی اصل کلمه. این یک کلمه اساسیه که اصل کلمه که اسم است و از همین کلمه دیگر کلمه هایی که فعل هست به همین معنا به وجود آمد. مثلا توحید، یگانه، یعنی یگانه یک چیز رو یگانه گفتن توحید است. نسبت یگانگی، نسبت تنهایی، نسبت یکتایی رو به یک چیز نسبت دادن، همین توحید است. این یک کلمه است که ریشه است، مصدر است، این اسم است. از این کلمه فعل به وجود می آید. دیگر کلمه های گوناگون زیاد به وجود، مثلا وحد یوحد توحیدا، یک مرد یک تا چیز یگانه دانست، یک زن یک تا چیز یگانه دانست، یعنی اسم فعل ماضی، فعل مضاری، یعنی بعد از این فاعل و مفعول، امر، نهی، جهد، زمان و مکان و تفصیل، همه این زمان ها و کلمه های بسیار از یک ریشه به وجود میاد. پس کلمه التوحید این مصدر و ریشه، این ریشه است و این کلمه اسم است. معنایش از نظر لغت، کتاب های لغت رو وقتی که نظر میکنید به مانندی خیلی که جوهری یکی از امام لغت ذکر میکنند که میگن معنایش افراد است، تمییز است، اختصاص است، یعنی یگانه دانستن، تنها دانستن، یگانه قرار دادن، تنها قرار دادن، یک تا چیز یکتا گفتن است. و تمییز، یا که تمییز یعنی یک چیز رو از دیگر چیزها جدا کردن و خودش رو تنها گذاشتن. مثلا شما میگید من از بین مردم جدا کرد، من خودم تنها گذاشت، از مردم من جدا کرد. یا که به زبان تاجیکی حتی در بعضی از منطقه تاجیکستان یکم خواب هم میگن، سبحان الله، یعنی از دیگر انسان ها من جدا کرد، به یک طرف من قرار داد، من تنها و غیره و غیره. این تمییز است. یا اختصاص، اختصاص یعنی به یک چیزی تنها خصوصیت خاصی دادن که در دیگر چیزها این خصوصیت نیست. اگر به یک انسان باشد، به یک حیوان باشد یا به یک چیز باشد خصوصی، مثلا گاو پرست ها به گاو یک خصوصیت های خاص میدن و اله میگیرند، میپرستند. اعوذ بالله. رافضه های کفار مرتدین الله نابودشان کند، خصوصیت های خاص را به امامشان میدهند، این 12 امام را عبادت میکنند و اله خود میگیرند. صوفی ها به قبرها خصوصیت خاص میدهند. ما به الله سبحانه و تعالی خصوصیت های خاص میدیم. به یک ذات خصوصیت های خاص دادن را هم توحید میگن. فرق ندارد به کدام چیزی که کسی خصوصیت های خاص دهد. توحید میگن این همان یک چیزی که دومین ندارد. توحید یک چیز است که دوم ندارد. توحید یک چیزی هست که مانندی به چیزی ندارد، هم از نظری صفت هم از نظری عدد. ببینید بارک الله فیکم، حتی در لغت چقدر، یعنی معنای لغوی کلمه های عربی و معنای شرعی به نهایت به هم دیگر نزدیک هستند. در بسیار حالت معنایش به نهایت نزدیک است. اگر معنای لغت رو هم خوب فهمید
فهمیدن معنای اصطلاحی توحید خوب فهمیده می شود. اگر اهل بدعت، اگر این گمراهان، این فرقه های باطل و گمراه شده کلمه توحید را از نظر شریعت که نفهمیدند، از نظر لغت اقلا خوب میفهمیدند، شاید همین از نظر خوب فهمیدن معنای لغویش هم برای هدایت رفتنشون ممکن بود. یعنی یکی از سببها شدنش ممکن بود، اما اونها از لغت هم خطا فهمیدند. پس توحید این همان کلمه است که معنای یکتا و تنها و طاقه یگانه را میدهد که دومین ندارد، سومین ندارد، و همچنین مانند و نظیر و شبیه و مثیل ندارد. از دو جهت به خودش شریک ندارد. جهت اول از جهت عدد توحید یگانه است، دیگر دومین ندارد، عدد. دوم توحید همون چیزی است که به خودش مانندی ندارد، هر چیزی که به خودش مانندی ندارد. پس ببینید وقتی که ما توحید میگیم یعنی ما این صفت بندگان است. بنده ها به الله یکتاگی را نسبت میدادند، نسبت دادن یگانگی به الله که الله یگانه است و دومین ندارد. الله یگانه است و زن و فرزند و کسی ندارد، تنهای تنهاست و این از کمال بزرگی الله است سبحانه و تعالی. و از جهت دوم الله به کسی از بنده هاش، مخلوقینش، نه فقط بنده، به یگان چیزی که در این دنیا هست از مخلوقینش مانندی ندارد و یگان نفر از مخلوقین، یگان چیزی از مخلوق شده به الله مانندی، نظیر و مثیل و برابری و هیچ این چنین ندارد. سبحان الله. انمین را توحید در نظر لغت میفهمد. اگر در زبان عربی کسی بگوید که رأیته وحده، من یک آدم وحدش، خودش را تنها دیدم، معناش این که یعنی من خودش را در حالت یکتاگی، تنهاگی که با همراهیش هیچ کسی نبود دیدم. این هم معنای این را بیان میکرد که توحید یعنی یکتا، یک کس را، یک چیز را یکتا گفتن توحید است. پس بدانید که یگانه، یکتا، تنها این ضد شریک است، ضد شریک است. برای آن که وقتی که ما یگانه میگویم یا تنها میگویم یا که یکتا میگویم، این دلالت میکرد که این یک چیز است. وقتی که شریک می آید یعنی این چیز را دو تا میکند، یا دو تا یا سه یا زیاد. برای همین ما شرک را حرام میگوییم که این ضد توحید است. توحید این یگانه دانستن الله از همه نمود جهت و توحید و با الله یگان چیز را مانند و شبیه و نظیر و برابر و مثیل نکردن توحید است. شریک یعنی شرک. شرک چیست؟ شرک ضد یگانه است. وقتی که یک کسی شرک را قائل می شود گویا که توحید را رد کرده است. این البته نگویا که 100%، به این معنا که شرک ضد توحید است. توحید اگر یگانه باشد، شرک این از یک زیاد، حتما شرک از یک زیاد است، حتما باید دو تا باشد. شرک این دو تاست. چرا ما یک انسان را مشرک میگوییم؟ میگیم که شرک را انجام داد، برای اینکه و دو چیز را عبادت کرد، با همراهی الله قبر را، با همراهی الله ولی را، یک نمود عبادت را به غیر الله صرف کرد، به شرک واقع شد. شرک یعنی به دو چیز واقع شد. توحیدش نابود شد، یکتا پرستیش نابود شد، یگانگی را به الله نسبت نداد بلکه شریک را به الله نسبت داد. الله را همچون آفریدگار، همچون رزاق و نگه دارنده و متصرف این دنیا اقرار کرد، اما عبادت را به غیر الله انجام داد. پس این به دو نمود اله قائل شد. پس این موحد نیست، این مشرک است. هر کسی که غیر الله را عبادت میکند، دعا میکند، به غیر الله ذبح میکند، نذر میکند، این مشرک است. داند جاهل باشد یا نباشد، چه خیلی که ما بیان نمودیم، عذری ندارد، مشرک است. اما البته در مسئله عذر در این دنیا اگر
عذر نداشته باشد، کافر باشد و جاهل باشد عذر ندارد، اما جاهلش حقیقی باشد در روز آخرت امتحان میشد. اما کسی که در بین مسلمان ها دیده و دانسته میگرد و مشرک است، این نه در این دنیا نه در آخرت عذری ندارد و کافر مشرک است. پس این معنای توحید را رد کرده است. مشرک شریک با الله سبحانه و تعالی آورده است. وقتی که شرک میگویم یعنی دو چیز به وجود آمد، توحید یک باره نابود میشد. برای اون که شریک یا شرک حتما این دو چیز است، از دو شروع میشد. توحید این یک تاست که دو تا شدنش تماما ناممکن، شرک این دو تاست یا زیاده از دو به حد چقدر باشد میرود که یک تا شدنش، شرک گفته چیزی یک تا را گفتن ناممکن است، توحید گفته چیزی دو تا را گفتن ناممکن است، از یک تا زیاد را گفتن ناممکن است. شرک گفته چیزی از دو تا پایین را یک تا گفتن ناممکن است. انا از همین جا خود شما از معنای لغوی هم درک کردید که چرا یک انسان را مشرک میگید. برای اینکه توحید را رد کرد، برای اینکه نسبتی که باید به الله یگانگی را نسبت میداد همین را نداد، بلکه به الله از زیاده از یک ذات را نسبت داد. الله را به پهلویش یعنی با همراهی الله چیزی دیگری را باز قبول کرد. پس یگانه یه وقتی که ما یک تا میگیم این ناممکن است، تقسیم کردنش دو تا و سه تا گفتنش ناممکن است، دوم و سوم و شریکی ندارد. اما این چنین وقتی که شرک میگویم اینم یک تا شدنش ناممکن است. شرک این از یک تا زیاد است، دو تا. پس شرک این ضد توحید است، توحید ضد شرک است. برای همین علما رحمهم الله تعالی میگویند که و با آموختن ضد و به شناختن ضد ما میتوانیم یک کلمه رو بفهمیم و بدانیم. هر یک کلمه خواهید که فهمید ضدش رو فهمید. توحید چیست؟ ضد توحید شرک است. شرک چیست؟ وقتی که شرک رو فهمید توحید رو میفهمید. اما وقتی که توحید رو بگوید که فهمیدم اما شرک رو نفهمیدید، این دلالت میکند که شما حالا توحید رو نفهمیده اید. برای همین علمای اهل سنت و جماعت ذکر میکنند، البته قرآن و سنت ذکر کرده است. این قاعده از قرآن و سنت است که حتما شرک رو باید بیاموزید، بفهمید، چرا که شرک ضد توحید است و همان وقت توحید شما کامل و شامل و نجات دهنده می شود که شما ضدش رو هم بدانید و خود رو نجات بدید. پس بارک الله فیکم، انا من کلمه التوحید یعنی نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی در اصل لغت گفته نمی شود، اطلاق کرده نمی شود مگرم با یک مصطلحی که با یک قاعده که نفی و اثبات داشته باشد. حتی در لغت هم کلمه توحید نفی و اثبات دارد. چخیلی که ما در بیان نمودن معنای توحید از نظر شریعت میگیم که توحید عبارت از رد و انکار یکم و دوم عبارت از اثبات است. یعنی شما از نظر شریعت تمام الهان باطل را انکار میکنید، کفر بر طاغوت میورزید، براءت میجوید و یگانه الله را اثبات میکنید که این معنای لا اله الا الله است. معنای لا اله الا الله همین است. دو رکن دارد. غیر الله را رد میکنید، نفی میگویند و انکار میکنید و خود الله سبحانه و تعالی را، ذات یگانه را اثبات میکنید. اثبات به بزرگیش، اثبات به محبتش، اثبات به ترس و امیدش، اثبات در اطاعت اوامرهایش. پس این از نظر شریعت بود. اما از نظر لغت هم کلمه توحید، التوحید همین معنا رو میده. در اصل لغت هم این کلمه توحید معنایش همون وقت برقرار می شود که نفی اثبات داشته باشد. یعنی یک چیز رو همون وقت شما توحید گفته می توانید یا نسبتی یگانگی به یک چیز داده می توانید که شما این رو اثبات کنید که این یکتا است و غیر این چیز رو رد و انکار بکنید. حتی در معنای لغویش هم این قاعده، این رکن وجود دارد. برای همین میگوییم که هر کسی که بگوید که من موحدم اثبات کرد. چرا؟
بگوید که من یگانه الله را عبادت میکنم، نمازم رو به الله میخونم، عبادتم رو به الله میکنم، تنها به الله دعا میکنم، به نزد قبر نمیروم، فقط از الله دعا میکنم. اثبات کرد، توحید را اثبات کرد، الله را اثبات کرد، اما نفی نکند. نفی یعنی انکار، رد نکند. چرا؟ شرک را رد نکند، کفر را رد نکند، کافرین را رد نکند، مشرکین را رد نکند، اونها را اقرار بکند، اونها را به دوستی خود بگیرد، یا که حکم اونها را اقرار و تصدیق بکند، طرفدار اونها باشد، یا که بگوید که من مشرک را مشرک نمیگویم، دیده و دانسته، برای اینکه این وظیفه من نیست بگوید، یا که شرک را شرک نمیگویم، بگوید این مسلمان موحد نیست، این مشرک است، این دینش به وجود نآمده است. اگر به وجود آمده باشد هم گشته مرتد شده است. برای آنکه یک رکن توحید را دارد، یک رکن توحید را ندارد. رکن این یک چیزی است. رکن چیست؟ رکن این یک اساس توحید است که خود توحید است. رکن خود توحید است که اگر نابود شود توحید هم نابود میشد. توحید همان وقت به وجود میاد که دو چیز باشد: رد غیر الله و اثبات الله. بارک الله فیکم. این همه از معنای لغوی فهمیده می شود. ببینید حتی از معنای لغت هم همین فهمیده می شود. بارک الله فیکم. یگان چیز رو مفرد، افراد، توحید، یگانه، خالص و اخلاص گفته نمی شود مگرم در حالتی که به همین دو رکن قائم شود. رکن اول نفی، اول همه چیز رو رد کند و بعد از این اثبات بکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم که این معنای توحید از جهت لغت بود و امیدوارم که فایده بزرگی رو از این میگیرید و تمام کلمه های شرعی رو همچنین میفهمید که از نظر لغت این چنین است و از نظر شریعت این چنین است. و در حلقه آینده بعضی از فایده ها رو توحید در کدام وزن بودنش و توحید این تعلق به که داشتنش و بعد از این انشاءالله معنای اصطلاحی توحید رو یک بار عموم و به جزئیاتش بیان خواهیم کرد.